Hello guys. Hey. We're here, me and Mehmet. We want to go to the mountain for tomorrow. And now we want to eat some. I told him please don't speak. So yeah, he's silent. We want to go to mountain for tomorrow. Yeah. Yes. And now we are here for eating some special food. Kebab Turkey. Sandwich, yeah. Looks yummy. آنلاینه 2 نفره. It's 5 a.m. We are going to the mountain. Let's go. بریم. شمال محال یادم بره. آقا ما بریدیم. شما دیگه کو نیایید. ولی داریم میرسیم ها. ببین نزدیک شدیم. داریم میرسیم. ببین کل شهر زیر پامونه. تا فینالی دیگه چیزی نمونده. وای. سلام بچه‌ها. کو زیاد بیاید ولی کو نیاید. ببین می‌خواستیم در واقع من می‌خواستم که این کلیپ انگلیسی باشه اما احساس می‌کنم انگلیسی نمیتونه حس ما رو منتقل کنه. حاجی یه غلط کردم خاصی تو چشامونه. می‌بینید قشنگ نه؟ که خانواده نشسته پات آره. گوشی و یمن. ولی بچه‌ها ببین اومدیم بالا ها. شهر رو ببین. بالا ضربان قلبم. ولی دیروز نه بارون هم زده، هوا تمیز، عالی، آفتاب واقعا جاتون خالی. طلوع خورشید. ما امروز صبح زود بیدار شدیم تا خورشید طلوع ما رو ببینه. سوسماس جلی من یرسان. آره خورشید داره طلوع ما رو نگاه میکنه. یه پیرمرد است با یه نفس فقط یه جا نشست، یه لقمه خورد دوباره ادامه داد. عضلای پاشو باید ببینید. ورزش خفنیه. واقعا ورزش خفنیه. دعوتتون میکنم که بیایید کوه. به سختیش میارزه. جزئیات بریم که او ویرو ویره. سلام بفرمایید نیمرو. ممنون خدا قوت. رئیس جوانایی بودن ماشاءالله. ببین محمد حسودی میکنه ولی نه ببین چه جوانایی اومدن.
دخترها پاشید بیاید کوه، اینجا برای خودتون شوهر ورزشکار پیدا کنید. این شوهرایی که تو خیابون میبینید، آقا محمد اینجا ورزشکار، اینایی که تو خیابون میبینید به درد نمیخوره که اینا جون ندارن. اینجا بنیه قوی، بنیه قوی نیمرو میزنه 6 صبح. میخوایم نیمرو بزنیم. بچه آتیشو چی گفتی محمد؟ اینجا شو نگرفتم. ببین این پشت کرجه، این ورم کرجه و این ورم کرجه. همه کرج همه جا کرجه. تهران نداریم ما. تهران پشت کوه. تهران نمینده. تهران پشت کوه. بچه ها این پوست گردوهاتون رو اگه گردو با پوست میخرید میخورین نگه دارید، خیلی برای آتیش خوبه. یه هیزم سبکی با خودتون میتونید حمل بکنید، قشنگ میسوزه. الان ببین چه نیمرویی هم بشه. کلیپ خاص انگلیسی باشه. خاص یعنی میدونید بچه‌ها من دوست دارم که مخاطبای انگلیسی زبانم جذب کنم برای کانالم. الان مثلا بیشتر سابسکرایبرای من انگلیسی زبانن تا الان، ولی خب حسمو نمیتونستم منتقل کنم اینطوری. Hello guys, in the mountain, Gladbach. Hello guys, we are here in the mountains. انرژی تخلیه کنید بچه. پایین این صخره بودیم، در واقع رو اون تپه بودیم دیگه. وقتی رسیدیم اون قله است دیگه، ولی من جلو یه قله دیگه. اول ببین یه قله، دو قله، اومدیم الان رسیدیم اینجا. هر چی داریم میریم بالا بازم قله است. چند هزار متره، ولی میگن یه ربع راهه. از اون پایین که نشسته بودیم میگفتن یه ربع راهه. اومدن جلو میگفتن چقدر؟ گفتن یه ربع. دوباره نیم ساعت اومدن گفتیم چقدر؟ گفتن یه ربع دیگه میرسه. نیم ساعت دیگه اومدیم میگن یه ربع دیگه میرسه. ولی مثلا یه درختی اون بالا از یه درخته. تک درخته. بگذار جنگل بسوزد. باید برسیم به اون. حالا برسیم اوکی. من نمیدونم چجوری برگردیم. امیدوارم جای خواب باشه شب بمونیم. با قطار برمیگردیم. هلیکوپتر دارن؟ هلیکوپتر نجات. این درختی اینجا دیدیم ولی انگار اینم قله نیست، بالاتره. ولی کشون با همه سختیاش خودمون رو کشوندیم، اومدیم بالا. و چه چیزی شیرین تر از دیدن این صحنه که میخوام نشونتون بدم. خب ایشالله تو زندگی همه به هدفاتون برسید و به این شیرینی دست پیدا کنید. یه جور مثل مسیر زندگی میمونه. این همه سختی میکشی میای بالا، آخر سر میرسی به اون هدف یا یک شمایلی از اون هدف رو میبینی. الان نگاه کنید شما. الان بله بیشتر از اینجا تابلوی قله است. تابلوی قله. رسیدیم به قله. مثل اینکه بلندترین کوه کرجه، بام کرج. محمد هم داره میاد، وایساده بود فیلم بگیره. اینجا برای استراحته، مثل اینکه برای سرمایه.
شرط بردن تسلیم نشدن است. میگه که ناامید نشو، تسلیم نشو، تو بالاخره پیروز خواهی شد. 2235 متر بام کرج. تقدیم به همه بچهای گروه. داریم برمیگردیم پایین. خیلی روز خوبی بود، خیلی خوش گذشت. واقعا تجربه عالی بود. الان من دوربین میذارم کنارشون، یه تیکش یه مقدار خطرناکه. از کلیپ امیدوارم لذت برده باشید. تجربه خیلی خوبی برای ما. واقعا مثل یک درس بود. یک شروع کن، 2 کم نیار، 3 به مقصد خواهی رسید. واقعا درس زندگی بود واقعا. و موقع برگشت اینو به ما یاد داد که مرور خاطرات، هر لحظه که برمیگشتیم میومد تو ذهنمون همه چی. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. روز و ایام خوش. خداحافظ. خدا نگهدار.